هیچ ایده ای ندارم که چرا دارم همچین ویدیویی میگیرم، چون من چنلم گیمینگه و اولین باره که میخوام یه ویدیو غیر از گیم براشون ضبط کنم و امروز من 3 تا دفتر پیدا کردم و واقعا گفتم کاش بیام اینا رو به شما نشون بدم. بچه این دفتری که دارید میبینید این دفتر نقاشی منه واسه کلاس 6م دبستانمه و میخوام نقاشیاشو بهتون نشون بدم. خدا وکیلی نقاشیایی که من کشیدم اصلا الان واقعا نمیتونم بکشم، یعنی اصلا فکرشم نمیتونید کنید. آقا من نقاشی زیاد میکشیدم دوران بچه که خیلی علاقه داشتم، ولی فکر نمیکردم واقعا اینا رو کشیده باشم و خیلی عجیبه. حالا میخوام اولیشو بهتون نشون بدم. بچه اولین نقاشی رو که میخوام بهتون نشون بدم اینه. خدا وکیلی من الان اینو اصلا نمیتونم بکشم، یعنی خودم رو بکشمم نمیتونم همچین چیزی اصلا بکشم. یکم رنگ آمیزیش بده ولی شکل کلیش واقعا خوبه. معلم من واسم خیلی خوب است. دختر گلم نوشته. نقاشی بعدی که من کشیدم معلم واسم زده خیلی عالی است دختر گلم، 1000 آفرین. و من اینجا باب اسفنجی رو کشیدم. اون زمان هممون باب اسفنجی خیلی نگاه میکردیم، واقعا خیلی طرفدار داشت. ولی اینم خدا وکیلی با اینکه حالا چیز خاصی نیست ولی بخوام اینو بکشم اصلا نمیتونم، جدی دارم اصلا نمیتونم اینو بکشم. نقاشی بعدی از السا آنا خیلی خوب است دختر گلم. اینم معلم واسم نوشته. اینم از السا آنا. چی بود؟ آنا. آره من اون موقع خیلی اینا رو نگاه میکردم، بعد گفتم بیام اینا رو بکشم. یکم بد در اومده ولی تقریبا شبیهشه. نقاشی بعدی من نمیدونم چه ایده ای بوده از کجا اومده ولی نقاشی به نظرم خیلی جالبیه. این چیزا چطوری به ذهن من می اومده؟ من واقعا اصلا خودم نمیتونم این نقاشی رو تحلیل کنم، خیلی عجیبه. و دومین نقاشی بچه ها اینو ببینید اصلا برگاتون بریزه. ببینید خدا وکیلی پونی کوچولو. خدا وکیلی یکم رنگامیزیش بده ولی خب شکل کلیش خوبه دیگه. خدا وکیلی خوبه. نقاشی بعدی سفید برفیه. معلم واسم زده خیلی خوب است دخترم. خدایی اینم خوب رنگامیزی کردم، خدایی قشنگه. ولی واقعا بچه چطوری اینا رو من میکشیدم الان اصلا نمیتونم. بچه دومی که نمیشه گفت. نقاشی بعدی من بچه یه چیزی فکر کنم از خودم در آوردم، یه اسب تک شاخ. اینا رو هممون تو انیمیشن ها میدیدیم دیگه، خیلی فانتزی طور بود، من خیلی دوستش. حالا جریانشو بهتون میگم. خب، نقاشی بعدی واقعا خیلی سخته و خودم اصلا نمیتونم تحلیلش کنم واقعا. خدا وکیلی خیلی سخته. من اینا رو چطوری میکشیدم؟ خدا وکیلی به خدا من الان اینا رو اصلا نمیتونم بکشم بچه. حالا یه نقاشی هم بوده بچه من نیمه کاره ولش کردم، نمیدونم چرا. حتما داشتم یه پری دریایی یه پری بابال یه از این بیلبلکی ها، نمیدونم از اینا میکشیدم طبیعتا. ولی این دیگه واقعا نقاشی زشتیه خدا وکیلی. زشته گلم. خب بچه این دفتری که من به شما نشون دادم این دفتر کلاس 6م دبستانمه. بعد از اون که تموم شد خب وارد راهنمایی میشیم دیگه. وارد راهنمایی که شدیم از این دفتر طراحی ها گرفتم، چون اون موقع خیلی چیز میکردم. بعد چون اسب تک شاخه بود بهتون نشون دادم. وارد راهنمایی که شدم اینو کشیدم. بعد خب معلممون بهم گفته بود که یه دونه حیوان بکشید با ذهن خودتون که اصلا وجود نداشته باشه. من اومدم اینو کشیدم. طبیعتا اسبی که بال داشته باشه، شاخ داشته باشه وجود نداره. بعد حالا چی شد؟ معلم من گفت که تو اینو نکشیدی و فلان و از این حرفا، برو رو تابلو بکش. من همینو دقیقا رو تابلو کشیدم ولی باز باور نکرد و نمرهشو بهم نداد. خب نقاشی بعدی بچه ها نمیدونم چه ایده ای واسش داشتم. اومدم مثلا چی میگن لباس طراحی کردم.
و آخه کی میاد این همچین لباسی بپوشه؟ نه خدای کی میاد همچین لباسی بپوشه؟ لباس هالووینی خدای چیه نمیدونم. کی میاد همچین لباسی بپوشه؟ تو رو قرآن. بچه ها وقتی که استادم دیدم نمره به من نمیده اومدم یه حیوانک دیگه کشیدم که وجود مثلا نداشته باشه. یه پرنده‌ای که بال داره و کلا همش بال و تک شاخ و از اینا تو ذهنم بود دیگه. تو ذهن بعدی و باز دوباره طراحی لباس کردم. بعدک نیست. بعد نیست. وای وای بچه این فهمترین چیزیه که من کشیدم. اون موقع خیلی علاقه داشتم به گروهای از این آهنگای کره‌ای و وای بخیالات بیشتر رو نمی صحبت نکنم. آخه بگو این چیه تو طراحی کردی؟ اومده واسه من لباس طراحی کرد. بچه تو رو قرآن نگاه کنید این چیه من طراحی کردم؟ کی میاد اینا رو بپوشه آخه؟ علاقه داشتم به مد و لباس. آخه بگو کی میاد اینا رو ببینه خدا وکیلی. خب نقاشی بعدی بچه ها اینه. خیلی مسخره است ولی بلد نیست. خب تموم شد. هیچ همین کل دبیرستان من همین نقاشی رو کشیدم. میریم واسه دفتر بعدی. این دفتر بچه ها واسه یه دوران دبستانم. حالا نمیدونم کلاس چندم ولی دقت کنید اینو ببینید. خدا وکیلی بچه ها ببینید اینو رو من کشیدم. به خدا من نمیدونم ایده ها رو من از کجا آوردم. من اصلا بلد نیستم اینا رو بکشم الان. واقعا جدی دارم میگم. برو خدا اصلا ایده ها رو نمیدونم از کجا آوردم. او خدا بچه اینو نگاه. واقعا بگو این لباس رو کی میاد بپوشه که تو طراحی کردی؟ و نقاشی بعدی بچه اون دورانی که من اینو کشیده بودم فکر کنم انیمیشنش تازه اومده بوده. چقدر بد کشیدم. و چند وقت پیش بچه سعی کردم نقاشی بکشم دوباره مثل قبلا که اینی مثلا اون موقع نقاشی خیلی خوب بود آخه. بعد خیلی سعی کردم خودم کشتم نتونستم. نهایت تونستم اینو بکشم که اینم مثلا معلوم نیست چه باشه. اینم از این آقا. اینم از نقاشی های من. و یه دفتر دیگه هم بود بچه‌ها. دفتر برچسب بود و اصلا نصف برچسبای منم نیست. گم شده دفتر برچسبم. تنها چیزی که مونده واسم همیناه. برو خدا مثلا زشتریناش واسم مونده. سیندرلا، السانا، نمیدونم اینا رو دوستان فکر کنم بهم تو مدرسه دادن. اینا رو حتما 100% معلم‌ها دادم. اینو اصلا اینا رو من نمیخریدم. اینا مثلا که چسبه اصلا اینا اصلا برچسب. بعد اینا رو فکر کنم دوستان بهم دادن چون که من از اینا هیچ وقت نمیخریدم. همین دیگه بچه‌ها. مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدین. میدونم ویدیو خیلی چرت و پرتی بود ولی دمتون گرم. مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدین. ویدیو بعدی چی باشم تو کامنت ها بهم بگید و اینکه دمتونم گرم. ساب کنید و لایک کنید ویدیو رو.